ана ин изи рӯбо ҳаст. изи пӯи рӯбо аст ки нав аз ин ҷо гузаштааст. дар минтақаи ҷангалпарварии хоҷамумин, минтақаи ҷангалпарварии кӯлоб, ғайр аз рӯбо инҷо дигар ҳайвонҳои ваҳшӣ ва паррандаҳо аз қабили каб, кафтар ва дигар гунҷишкҳо ҳаёт ба сар мебаранд. ва ин шабу рӯзҳо ки ин кӯҳ сафед аст бо барф, аз ҷониби муассисаи давлатии ҷангалпарварии минтақаи кӯлоб корҳои биотехникӣ гузаронида истодаанд. کوه خوجامومین در برابر آن که یکی از بزرگترین کان‌های نمک جهان است، اینجا با طبیعت زیبایش موضع سیاحی هم میباشد. نیمه دوم ماه ینور تل و تپه‌ها را برف پوشانیده گرفته است. در چنین محیط دریافت غذا برای پرندگان و حیوانات وحشی مشکلی پیش می‌آورد. در این روزهای سرد زمستان کارمندان مؤسسه دولتی خوجگی جنگل منطقه کلوب برای محافظت پرنده‌ها و حیوانات وحشی از سرما در این موضع کارهای بیوتکنیکی گذراندند. این کارمندان مؤسسه در این روز مقدار معینی گندم و خس و بیده خشک کرده شده آورده هر کجا گذاشتند. مراتبه دوم است که کارکنان خوجگی جنگل منطقه کلوب در موضع کوه خوجامین کارهای بیوتکنیکی می‌گذرانند. در اساس دستور سپارش‌ها و نقشه چاره‌بینی پیشنهاد کرده آژانس خوجگی جنگل نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، همه خوجگی‌های جنگل منطقه کلوب تصمیم گرفتند که کارهای بیوتکنیکی گذرانند که تا امروز با مبلغ 34829 سومانی خراجات کردند. کارهای بیوتکنیکی از این 4071 کیلوگرم جو گندم و ریزی گندم، 2680 کیلوگرم میوه خشک از قبیل دلانه قوق، سیب قوق، 2250 کیلوگرم نمک، 1630 کیلوگرم کنجوره، 7300 کیلوگرم خوراک به حیوانات وحشی و پرندگان دادند که وقتی در همین منطقه جنگل پروری کوه خوجامین پرندگان از قبیل کب، کبوتر، حیوانات وحشی خوگی وحشی است، خرگوش است، با همون برای در این فصل زمستان با خوراک تامین کردن کارهای بیوتکنیکی می‌گذرانند خوجگی جنگل منطقه کلوب. منطقه جنگل خوجامومین قسم ناحیه واسع مساحت 1128 هکتار را تشکیل داده تابع مؤسسه دولتی خوجگی جنگل منطقه کلوب است. در این منطقه 2 نفر کارمندان با کار جلب گردیده طبیعت را محافظت می‌نمایند. این مراتبه دوم است که در کوه خوجامومین منطقه جنگلی منطقه کلوب کارهای بیوتکنیکی از جانب کارمندان مؤسسه گذرانیده شدند و در این روز 150 کیلوگرم گندم و خس و خوراک در کوه برای حیوانات پرتافتند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر زهروف از ناحیه واسع منطقه کلوب برای برنامه اطلاعاتی نوید.